کلید واژه‌ای که همیشه باید رو خودمون کار بکنیم، من می‌خوام آدم توانمندتری به هر حال بشم و برای این توانمندی راه‌های مختلفی وجود داره. یکیش ممکنه تحصیلات دانشگاهی باشه، یکیش ممکنه یه دوره آنلاین باشه. 17 ساله که تو حوزه HR به هر حال درگیر بودم. یعنی اگر بخوایم HR یا Human Resources رو تعریف بکنیم به چی تعریف میشه کردش؟ برای این ایجاد شده که کمک کنه آدم‌ها در مسیر رشد بیزنس به نظرم حرکت بکنن. نگاه این که من صرفا آدم‌ها رو آوردم که اینجا کار رو انجام بدن و خیلی حواسم به این نیست که خب این آدم داره رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه یا خیلی یه ذره نقطه خطرناکیه و گاهن میشه به هر حال تو سازمان‌ها. واسه چه مواردی میشه رفت پیش HR؟ به نظر شما این جوابش چیه؟ همیشه تو در معرض شنیدن حرفایی هستی و انتظاراتی که باید برآوردهشون بکنی و الزاماً برآورده شدنش هم خیلی این نیست که همش دست توئه. آیا ویلکام پکیج میدهد یا نمیدهد؟ آیا مثلا نمیدونم تولد و تبریک میگن یا نه؟ قاعدتاً باشه خیلی جذابه، ولی فکر می‌کنم مسائل مهمتری وجود داشته باشه. ممکن اون سازمان خیلی خوبی باشه، پروداکت خیلی خوبی داشته باشه، برند خیلی خوبی داشته باشه، اما مدیر مستقیمی که قرار شما باهاش کار بکنید ممکنه اون آدمی نباشه که باعث خوشحالی شما باشه. دقیقاً. آره. بسیار هم عالی. خب بخوایم آفیشالی شروع بکنیم. در خدمت آقای محمد شهرمیانی هستیم، مدیر عامل راهنما کالج. خیلی خوشحالم که الان در خدمت شما هستم، باعث افتخاره. خیلی ممنون که دعوت من قبول کردین. واسه شروع بفرمایید خودتون رو معرفی بکنید. سلامت باشین. منم سلام میکنم به شما. خیلی ممنونم که منو دعوت کردین به تاچ پوینت. صاحب خانه هستید شما. دارید. خواهش میکنم. قربون بودم که اتفاقی خیلی خوبی بیفته براتون و به همین ترتیب که تا الان مسیر خوبی پیش رفتین، در آینده به همین ترتیب باشه و بیش از پیش موفق باشین. من شهرمیانی ام. حالا برای کسایی که تا حالا با هم آشنا نشدیم بخوام این توضیح بدم، من بک‌گراند تحصیلیم مهندسی برقه و مخابرات خوندم. خیلی ربطی به HR نداره. حالا میتونم توضیح بدم حتما که چی شد که وارد HR شدم. درست. و حدود فکر میکنم 17 ساله که تو حوزه HR به هر حال درگیر بودم. حتی تو این سالهایی که به هر حال یه ذره از کار اجرایی تو حوزه HR دورتر شدم و درگیر مسائل شاید راهنما کالج بودم و اتفاقاتی که اینجا داره میفته. اما خب به هر حال حوزه اصلی و حوزه‌ای که علاقه‌مندیم و دوستش دارم و بیشتر هم مطالعاتم تو همون حوزه است، حوزه HR. بله. و تقریبا من 6 سالم هست که به صورت متمرکز روی راهنما کالج دارم کار میکنم و پروژه‌ای که راستش خیلی برام دوست داشتنیه و احساس میکنم که میتونه منشأ اثر باشه برای خیلی از جوان‌ترایی که میخوان وارد بازار کار بشن و توانمند بشن، که این نفعش هم قاعدتاً برای سازمان‌ها باشه و هم برای آدم‌ها. بسیار هم عالی. خیلی ممنون بابت توضیحاتتون. من نکته رو بگم، من حقیقتش تاچ پوینتی که شروع کردم دغدغه‌ای که وجود داشت یه بخشیش از جنس منابع انسانی بود و خب اصلا من شناختی که نسبت به منابع انسانی بخوام پیدا کرده باشم و با افتخار از در معیت شما و همون دوره دیجیتال مارکتینگی که من توی راهنما کالج شرکت کردم، اون ساید اچ‌آری قضیه با حضور شما خیلی واسه من پررنگ شد و اصلا از اونجا من آشنایت بیشتری با HR پیدا کردم و واقعا مسئله بوده که همیشه دوستش داشتم، علاقه‌مند بودم در کنار مارکتینگ، در کنار دیجیتال مارکتینگ و دوست داشتم بهش بپردازم. برای همین هم الان افتخار اینو دارم که شما رو داخل تاچ پوینت داشته باشیم. گفتیم که یکم راجع به کلیت HR صحبت بکنیم، مثلا از چیستی شروع بکنیم که HR چی هست. البته که به رسم اپیزودهای دیگه همیشه من از مهمونا میخوام که مسیر شغلی خودشون رو یکم با دیتیل بیشتر، با جزئیات بیشتری که از کجا شروع کردن رو بگن، بعداً به موارد دیگه برسیم. شما هم بفرمایید که اصلا از کجا کار شروع کردین، چی شد که وارد حوزه HR شدین تا بیشتر صحبت کنیم. من جزء کسایی بودم که خب شاید تو دوران مثلا دبیرستان و اینها خب قرار بود برم هنر بخونم، یعنی جزء اون دسته آدمایی که ریاضی میخونن و دوست دارن هنر بخونن و به توصیه خیلیا این مسیر بهشون پیشنهاد میشه که خب در کنارش مثلا هنرم ادامه بده. و خیلی زمانی که مدرسه میرفتم یکی از جایی که خیلی پاتوقم بود و خیلی باش در ارتباط
بودم جایی بود به نام انجمن سینمای جوانان که خب هنوزم هست، اما خب مثل گذشته از اون فعالیت رو نداره. که من کارگاه عکاسی، تصویربرداری، فیلمسازی اینا رو میرفتم و یکی از جدی‌ترین کارهایی که تو اون دوران انجام میدادم یا عکاسی میکردم یا تجربه این که حتی در پروسه ساخت فیلم کوتاه و اینها بخوام باشم. یادم 2 کار دانشجویی طورم اون زمان انجام دادم تو جشنواره عکاسی، مثلا خب مقام آوردم و این خب مسیر بود که اصلا منو خیلی سوق میداد به اینکه بخوام برم در آینده هنر بخونم. اما خب رشته دبیرستانم برای ریاضی بود. سالی که قرار بود کنکور بدم برنامه این بود که خب پیش دانشگاهی ریاضی رو میخونم، به هر حال باید فارغ التحصیل شم از ریاضی، ولی کتابای هنرم یادم رفتم همه کتاباشم خریدم، کتابای تست و کنکور هنر بدم. بعد ریاضی انتخاب خودتون بود یا خانواده؟ راستش شاید اون مثلا فکرم زمان ما مثلا رشته رو سال مثلا دوم دبیرستان اینا انتخاب می‌کردیم دیگه، که مثلا خیلی دیدی راستش نداشتم که مثلا چیه و مثلا هم کلاسیامون همه با هم یه سری میرفتیم ریاضی دیگه رفتیم با ریاضی. مشاوره خاصی هم که وجود نداشت. ریاضی بولتر بود پس ریاضی. آره اصلا اینکه رفتم برق به خاطر اینکه ریاضی هم گفتم بهترین رشته که میتونید برق ما. بعد خب خیلی راستش ادوایسایی که میگرفتم این که هنر احتمالاً خیلی مسیر شغلی خوبی نداره، مثلا تو پسری بعداً باید نونآور خانواده باشی، با هنر پول در نمیشه بیاری، از این ادوایسایی که وجود داره. و خلاصه هر کسی با ما صحبت میکرد تلاشش برای بود که منصرف کنه از این مسیر و به تبع خب این اتفاق افتاد و ما کنکور رفتیم، کنکور ریاضی دادیم. راستش این که اصلا رفتم مخابرات، فرضم بر این بود یادمه که من اگر مخابرات بخونم میتونم مثلا برم جایی مثل تلویزیون کار کنم، بازشون ربط داره، به هر حال اونجا زیر ساختار فنی میخواد و یه جوری میخواستم ربطش بدم، به هر حال همچنان به اون هنره. اما تو دوران دانشگاهم فارغ از حالا درس و حالا این داستان ها خیلی علاقه‌مند بودم که مثلا کارهای دانشجویی انجام بدم، گروه ها و تشکل های مختلف ایجاد بکنیم، ایونت های مختلف برگزار بکنیم. خیلی از این کارها یادمه دوران دانشجویی انجام میدادم که بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم من اصفهان درس خوندم. خب به تبع کار کردنم فکر میکردم و اینها. شرکت رهنما رو میشناختم که به عنوان شرکت موفق در حوزه آیتی داره فعالیت میکنه و واقعا جز شرکت‌های موفق بود. رفتم و رزومه‌مو فرستادم. یادم همیشه به نیکی یاد میکنم از آقای اعتمادی که مدیر منابع انسانی رهنما بود، به من گفت که به نظرم شما بیا تو واحد اچ آر. چه جالب. آره. یعنی تشخیص آقای اعتمادی بود که آره گفت که بیا شما اچ آر. خیلی یادم تو اون گفتگو هم ایشون خیلی اشاره میکرد به این که تو انگار آدما برات مهمن و خیلی دوست داری که این ارتباطات رو شکل بدی، فکر میکنم میتونه برات خوشحال کننده باشه. و خب این شد شروع ورود من به مسیر اچ آر. قاعدتا خیلی مجبور بودم که به لحاظ فضای دانشی و تخصصی بخونم، وقت بگذارم و به لحاظ آکادمیک دانش خودم رو افزایش بدم تو این حوزه. اما اینکه همزمان یه چالش‌های باهاش مواجه بودم و به تبع بر این چالش‌ها مجبور بودم که مطالعه‌ام رو بیشتر بکنم، وقت بگذارم و یادگیری داشته باشم. خیلی به نظرم یادگیری اثربخشی برام بود. بیشتر میفهمیدم که چرا دارم اینا رو میخونم، چون به هر حال درگیرش بودم. یادم اولین پروژه‌ای که اصلا باهاش مواجه شدم و شاید 2-3 روز بعد از استخدامم اتفاق افتاد، استخدام مدیر عامل برای یک از شرکت‌های زیر مجموعه رهنما بود. پروژه سنگین. خیلی برام سنگین بود و یادم بچه‌هایی که مثلا حالا قدیمی‌تر از من بودن بعداً برام تعریف می‌کردن که ما همیشه مثلا تو رو می‌دیدیم گفتیم کی آوردنش مثلا تازه اول کار داره با این آدما مثلا مصاحبه می‌کنه. و خودم هم چالش بود، چون همه کسایی که معمولاً روبروم قرار می‌گرفتن چه به لحاظ سنی چه به لحاظ حتی تحصیلات خب از ما بالاتر بودن، تجربه‌ای خیلی بیشتری داشتن و منم خیلی تجربه استخدام نداشتم. اما خیلی اتفاقا برام خوشاینده الان که مرورش میکنم که من رو واقعا مدیرم در یک مسیری قرار داد که من مجبور شم که تلاش بکنم برای موندن تو اون جایگاه، برای اینکه رشد بکنم مجبور بودم که وقت بگذارم. راستش خیلی من نظرم کار میکردم، خیلی میخوندم،
برای اینکه اثبات بکنم من میتونم تو این حوزه موفق باشم. و همینطور که زمان گذشت علاقه‌مندی مثلا به این حوزه خیلی بیشتر شد و احساس کردم که چقدر مسیر درستیه. اینکه هم یاد میکنم واقعا به نیکی از مدیر وقتم، من احساس میکنم خیلی تو مسیر درستی منو هدایت کرد. من این مسیر اشاره واقعا برام لذت بخش و دوست داشتنی با همه چالش هایی که به هر حال وجود داره. این همون تایم حین تحصیل بود یا تحصیل تموم شده دیگه بود؟ درسم تمام شده بود. آره درسم تمام شده بود، حداقل تو بحث مهندسی دیگه تمام شده بود و اون مسیر رو دیگه من ادامه ندادم و سعی کردم تو حوزه HR بیشتر برم و یادگیری داشته باشم و حالا دوره‌های مختلف، مؤسسات مختلف، دانشگاه‌ها، همه این مباحث خیلی برام دیگه جدی‌تر شده بود و خیلی مجبور بودم که اصلا براش وقت بگذارم و این شد که من وارد HR شدم و دیگه و تو این حوزه ماندگار شدم و این ماندگاری هم راستش دوست دارم. یعنی احساس میکنم خیلی جای درستی رو انتخاب کردم، حداقل به لحاظ علایقم، به لحاظ روحیاتی که دارم جای درستی بوده احساس میکنم. چقدر خوب، خیلی هم عالی. من نشیده بودم این داستانشو، واسم خیلی جالب بود. خب یه سوالی که واسم پیش اومد لابلای صحبتاتون، با توجه اینکه یه نفری که تخصصش با تحصیلاتش هیچ ربطی نداره ظاهرا نشسته کنار یه آدم دیگه که همین اتفاق واسش افتاده، چقدر اصولا از نظر شما اصلا مهمه که آدم کاری که انجام میده در راستای تحصیلاتش باشه؟ یا اینکه بذار اینجوری هم بپرسم، اگر کاری که انجام میدید در راستای تحصیلاتتون نباشه، آیا این خیلی پوان منفیه یا اوکیه؟ از نظر شما چه جوریه قضیه؟ ببین من فکر می‌کنم ما خیلی از ماها به هر حال این مسیر ورود به دانشگاه و تحصیلاتی که داشتیم رو با عدم شناخت نسبت به آینده شغلیش انتخاب کردیم. خیلی میشنویم به هر حال حتی که افرادی که وقتی که ازش میپرسی چرا این رشته رو خوندی، ممکنه به یه مشاوره تو یک نشست خانوادگی اصلا رسیده باشه که مثلا نمیدونم دختر داییت مثلا رفته حسابداری خونده، ببین الان چقدر وضعیت مالیش خوب، پس تو هم خوبه که بری مثلا تو این حوزه درس بخونی. خیلی وقت این انتخاب ناشی از این بوده و چیزی هم نیست که به نظرم مربوط به گذشته باشه. الان هم فکر نمی کنم کسایی که حتی وارد دانشگاه میشن اون شناخت عمیقه رو نسبت به آینده اون شغلی که احتمالاً ارتباط پیدا میکنه با اون رشته تحصیلیه، اون شناخته رو حتی داشته باشن و اون رشته رو انتخاب بکنن. بنابراین فکر می‌کنم وقتی این اتفاق میفته ما ماهیتاً توی مسیری قرار میگیریم که بعد از گذار از اون دوران تحصیل و وقتی می‌خوایم شغلمون رو انتخاب بکنیم احتمالاً قسمت علاقه‌مندی بولتر میشه و سعی می‌کنیم که حداقل ادامه راه رو بر حسب اون علاقه‌مندی هامون احتمالاً انتخاب بکنیم و اینجا میشه که این تغییر صورت میگیره. راستش این که بخوام بگم مثلا تحصیلات دانشگاهی خوبه یا نه، اصلا به این از این منظر بهش نگاه کنم، با وجود که اعتقاد دارم خیلی اون چیزی که ما یاد گرفتیم در دانشگاه خیلی به هر حال احتمالاً تو کاری که انجام دادیم کمکمون نخورده و به دردمون نخورده، ولی راستش به نظرم دانشگاه همچنان یک گزینه‌ایه که باید طی بشه، حالا به دلایل مختلف. یا شاید به هر حال ما رو فردی بار میاره که به هر حال برای یادگیری تلاش بکنیم، بدونیم که یاد گرفتن یک ارزش، یه چیزایی هست که ممکنه ما بلد نباشیم و ما باید براش تلاش بکنیم و اونها رو یاد بگیریم. ارتباط با آدم ها، اون شبکه‌ای که برامون ایجاد میشه، اصلا ورودمون به نظرم به اجتماع حتما از مسیر دانشگاه اتفاق خیلی درستیه. من فکر می‌کنم به هر حال هممون اگر احتمالا نقد میکنیم مسیر آکادمیکمون رو و خیلی، ولی از اون بپرسن آیا حاضری مثلا اون دانشگاه نری، نمیدونم، اما احساس کنم درس زیادی ترجیح میدم دانشگاه رو برم به هر حال. چون به هر اون تجربه که تو اون دوران داشتیم خیلی بهمون در مسیر چه زندگی چه حالا کار آینده اون کمک کرده، شاید فارغ از اون دانش تخصصی مرتبط با اون حوزه. اما خب به هر حال یه شغل‌هایی تو این سال‌ها به وجود اومده و خب روز به روز این شغل‌ها داره گسترش پیدا میکنه که الزاما خب تحصیلات آکادمیک مرتبط حتی باهاش وجود نداره، ما به ازای آکادمیک نداره. آره. و به واسطه رشد سریع تغییراتی که حتی تو حوزه‌های مختلف داریم
فضای آکادمیک حتی اینکه رشته نظیر بهش وجود داشته باشه، مثال اچ آر رو بخوایم بزنیم، اما تا رشدی که داریم ما شاهدش هستیم و ترندایی که تو دنیا به هر حال باهاش مواجهیم، الزاما تحصیلات آکادمیک همپای اون رشد نیامده. یعنی ما تا اینکه ما بیایم الان در مورد برق هوش مصنوعی داریم کلی تغییر می‌بینیم، در مورد اچ آر تا حرف می‌زنیم داره میاد و یه جایی رو عوض میکنه. آیا ما تونستیم تو فضای آکادمیک همسو و همپای با این تغییر پیش بریم؟ خب نه. مثلا خیلی کاری به ایران هم نداره، شاید در مورد کل دنیا همچین چیزی مصداق داشته باشه. بنابراین خب مسیر آکادمیک الزاما تنها مسیری نیست که ما بهش معطوف باشیم برای اینکه شغلمون رو انتخاب بکنیم. خیلی هم به نظر نباید ناراحتش باشیم که من مثلا 4 سال 8 سال نمیدونم 7 سال وقت گذاشتم و یه رشته رو رفتم درس خوندم و حالا دارم یه کار دیگه انجام میدم. به نظرم نه، اون تو اون قسمتی از زندگی تونسته به نظرم آورده‌هایی برای هممون داشته باشه، اما در ادامه مسیر به این نتیجه رسیدیم که این تغییره رو اتفاقا باید ایجاد بکنیم، بریم یه چیز دیگه ای رو به نظرم یاد بگیریم. و اگر نگاهمون این باشه که اصرار بکنیم روی اون حوزه و اون مثلا مسیر آکادمیکه، احساس می‌کنم یه سری درا بر اون بسته میمونه همیشه. یعنی این که من خیلی وقتا از این یاد میکنم مثل قل و زنجیر میشه و نمیذاره که اصلا تکون بخوریم. و الان به هر حال شغل‌هایی وجود داره که خب تحصیلات آکادمیک مرتبطی هم نمیخواد. یعنی شما احتمالاً یه سری ویژگی‌های شخصیتی، یه سری دانش‌های عمومی حتما میخواد که ما بخوایم مثلا وارد این حوزه بشیم، اما الزامانی که تو این حوزه ما درس نخوندیم حداقل مشکلی هم برامون ایجاد نمیکنه. در واقع باید سطح انتظارمون رو از دانشگاه تیون بکنیم دیگه. اگر دنبال این هستیم که مثلا چه میدونم اگر تو دانشگاه ما انتگرال خوندیم پس این انتگرال قراره کجا به کارمون بیاد، هیچ وقت احتمالاً به کارمون نمیاد انقدر مستقیم. ولی اون کاراکتری که از ما دانشگاه ساخته و این نحوه تعامل با آدم‌ها و موارد خیلی دیگه‌ای که تو دانشگاه وجود داره، اونا قراره بهمون کمک بکنه. دقیقاً. ببین بیشتر به نظرم بحث توانمندی است دیگه. یعنی این کلید واژه‌ای که همیشه باید رو خودمون کار بکنیم. من می‌خوام آدم توانمندتری به هر حال بشم. و برای این توانمندی راه‌های مختلفی وجود داره. یکیش ممکنه تحصیلات دانشگاهی باشه، یکیش ممکنه یه دوره آنلاین باشه، حالا هر چیز دیگه‌ای که به نظرم کمک می‌کنه ما آدم تواناتری بشیم و در اون حوزه به هر حال بخوایم کار بکنیم. درسته. خیلی هم خوب. یکم به اچ آر برگردیم. با توجه به اینکه از مخاطبین تاچ پوینت خیلی هاشون احتمالاً دانشجوها هستن و کسایی که شاید هنوز وارد بازار کار تخصصی نشده باشن، یکم از جلوتر شروع بکنیم که اصلا اچ آر چی هست. یعنی اگر بخوایم اچ آر یا هیومن ریسورسز رو تعریف بکنیم به چی تعریف میشه کردش؟ ببین خب اچ آر سالهای سال شاید آن چیزی که داشته در ادارات مختلف در شرکت‌های مختلف اتفاق می‌افتاده، واحدی به نام اچ آر شاید وجود داشته اما اسمش واحد اچ آر نبوده. یک نفری ولی بوده که به هر حال شاید داشته کار اچ آر رو انجام میداده. یه جایی ممکنه یه آدمی بوده که ریش سفید مثلا اون حتی اداره بوده، یه مشکلی به وجود می اومده، حاج آقا فلانی مثلا میتونستن بریم سراغ آره اون بالاخره حل میکنه مسئله رو. یا یه جایی به هر حال کارهای روتینی که وجود داره مثل پرداخت حقوق، نمیدونم، حتی من فکر میکنم یه جای جابجایی آدم‌ها مثلا لحاظ شغل، ارتقا، استخدام، اخراج، اینا چیزایی بوده که به هر حال فکر میکنم چه در بازار، چه در شرکت، چه در ادارات به هر حال داشته اتفاق داشتن انجام میدادن. آره. خب با زمان و شاید جدی‌تر شدن نقش آدم‌ها و چالش‌هایی که احتمالاً آدم‌ها ممکنه براشون به وجود بیاد و ظهور بیزنس‌هایی که وابستگی جدی‌تری به آدم‌ها داشتن. شاید ما در گذشته تفسیرمون از یک سازمان، یک شرکت بخش خصوصی، خیلی نگاه کارگاهی، نگاه کارخونه‌ای اینا بوده. یک خط تولیدی وجود داره و خب قاعدتاً محصولی تولید میشه. ما در مورد سرویس، در مورد خدمات، در مورد آن چیزی که الان شاهدش هستیم مثلا در گذشته شاید خیلی حرف نمیزدیم و این خب به واسطه نقش آدم هاست که داره این اتفاقا میفته و این جدی‌تر شدن حضور آدم ها و استراتژیک بودن اونها برای یک سازمان قاعدتاً اچ آر رو خب خیلی جدی‌تر کرده. اگه بخوایم خیلی ساده در موردش حرف بزنیم که اچ آر قاعدتاً داره چی کار میکنه توی سازمان،
HR حواسش هست که به واسطه اینکه آدم‌های درستی رو انتخاب کرده و حواسش هست که اونها بابت کاری که دارن انجام میدن رضایت دارن، کمک میکنه که اون سازمان مسیر توسعه و رشد خودش رو طی بکنه. به نظرم یعنی هم حواسش به آدم هاست به جهت اینکه آدم های درستی رو انتخاب بکنه، حواسش باشه که اون آدم های راضی باشن، حواسش باشه که اون آدم هایی باشن که توسعه پیدا میکنن و به واسطه نگهداشت و توسعه اونها باعث میشه که خب بیزنس رشد بکنه. یه چیزی که خیلی وقتا در تعاریف HR به نظرم میس میشه اینه که HR اومده که آدم‌ها رو خوشحال نگه داره. این رول سمت آدم‌ها و منافع کارمند همیشه خیلی وقتا پررنگ‌تره، در صورتی که اصلی ترین وظیفه HR اینه که به هر حال کمک کنه که بیزنس موفقی باشه. ما خیلی وقتا به هر حال فانکشن‌های مختلف که توی تیم‌های سازمان داریم، خب نتایج و عملکردشون رو بر اساس نتایج بیزنس به هر حال ارزیابی می‌کنیم. اینقدر باعث شد مثلا مارکتینگ درآمد ما رشد کنه، فروش نقشش اینجا بود. اما که HR چقدر داره نقش ایفا میکنه در اون رشد بیزنس خیلی شاید بولد نباشه، در صورتی که به هر حال HR در واقع هدفش اونه، یعنی اومده که به هر حال بیزنس رو کمک کنه که رشد بده. یه ذره راستش چه جمله قشنگی نباشه، اما به نظرم نیامده HR که فقط حواسش به آدم‌ها باشه و برای آدم‌ها این واحد توی سازمان ایجاد شده. برای این ایجاد شده که کمک کنه آدم‌ها در مسیر رشد بیزنس به نظرم حرکت بکنن. در واقع اگر منتج به اون نشه و ما یه سازمان داشته باشیم که سازمان خیلی کولی، آدمام خوشحالن، همه چی سمت آدما درست انجام داره میشه، ولی بیزنس رشد نمیکنه، مثلا خب اینجا یه ذره ماهیت HR اصلا ممکنه زیر سوال باشه. درسته. آقای شهرمیانی، توی هر کاری و تو هر محیط کاری یه سری ذینفع وجود دارن دیگه. حالا ما می‌خوایم اصلی‌ها رو بگیم. یه کارفرمایی وجود داره به عنوان ذینفع، یه کارمندی وجود داره و خب یه واحد HRی وجود داره. آیا این که میگن HR باید قبل از استخدام نیرو بیشتر ساید کارفرما باشه و بعد از استخدام نیرو باید ساید کارمند باشه درسته یا اصلا اصولی نیست همچین چیزی؟ قبل از استخدام ساید کارفرما باشه، بعد که نیرو استخدام شد دیگه باید سمت کارمند باشه در مقابل کارفرما. آیا اصلا همچین چیزی درسته؟ نه، به نظرم راستش به هر حال HR هم منافع کارفرما رو باید بتونه برآورده بکنه، هم منافع کارمند رو. راستش یکی از شاید سخت‌ترین ویژگی ها و رول هایی که HR بازی میکنه در همین دوگانگی هاست و این بسیار کار رو سخت میکنه. یعنی اینکه تو بتونی هم منافع سازمان رو تو حفظ بکنی، یه جایی بری با سازمان به جنگی دعوا بکنی در برابر یه سری از چیزا، از یه طرف دیگه هم یه جایی قاعدتا ممکنه آدم ها رو به هر حال مجبور باشی تصمیماتی براشون بگیری، یه جایی مجبوری با همه اون عواطف و احساسات که تو داری و تا دیروز مثلا دوست صمیمیت بوده و همچنان هم دوست صمیمیه و روابط نزدیکی داری، روبروش بشینی و یه جایی حتی بگی ما دیگه نمیتونیم با هم کار کنیم و مثلا آقا تو تعدیل داری میشی. اصلا اینا نقاط راحتی نیست راستش و جلسات راحتی برای آدم‌های HR تو این جلسات نیست، اما به هر حال این هست. به نظرم نه، واقعا حفظ منافع دو طرف، یعنی اتفاقا یه HR هوشمند اینه که بتونه خوب بشناسه و منافع دو طرف رو بشناسه و در واقع ولی اون چیزی که به نظرم در نهایت باید حواسش به نظرم باشه، با حفظ واقعا آدم‌ها قطعاً یک سری از ویژگی‌ها، فرآیندهایی وجود داره که ما آدم‌ها احساس رضایت داشته باشن، فارغ از مباحث اخلاقی، نمیدونم حرفه‌ای که به نظرم باید هر فردی در هر سمتی اونها رو اجرا بکنه، ولی در نهایت به هر حال قراره که منجر بشه که اون بیزنس به نظرم بیزنس موفقی باشه و اون بیزنس رشد بکنه. یکی از شاید چالشایی که بعضی وقتا تو فضای HR به نظرم به وجود میاد اینه که ما HR ها از فضای بیزنس دور میشیم و نقش بیزنس رو فراموش میکنیم. شاخصهای حتی رشد بیزنس ممکنه خیلی شاخصهای شفافی برامون نباشه و نمیتونیم اینها رو بیایم به نوعی ارتباط بدیم آن چیزی که ما داریم در HR پیاده سازی میکنیم. این ارتباط این دوتا با هم دیگه خیلی میتونه منتج بشه به اینکه به هر حال من به عنوان HR هم وقتی کارنامه خودم رو مرور میکنم احساس میکنم که خب من آدم موفقی بودم. درسته.
بخوایم دوباره راجع به بحث HR صحبت بکنیم، یه سوالی که واسه من پیش اومد این بود که خب شما مسیر خودتونه که گفتین از یه تصمیم هوشمندانه یک مدیر که در شما یه سری خصوصیت‌هایی دید که میتونه به حوزه HR متصل بشه و نتیجه خوبی داشته باشه، شما وارد حوزه منابع انسانی شدید. اگر بخوایم بگیم که الان آدمایی هستن که اون بیرون هستن و دوست دارن شاید اگر بدونن HR دقیقاً چیه و چی کار میکنه دوست دارن که وارد این حوزه بشن و تو این حوزه کار بکنن، به نظرتون آیا روش مشخصی وجود داره الان واسه ورود به حوزه HR؟ نمیدونم مسیر مشخصی وجود داره؟ اگر هست بفرمایید. خواهش میکنم. یه چیزی که خیلی وقتا کسایی که میان و میگن ما تصمیم گرفتیم وارد HR بشیم و ازشون میپرسیم که چرا همچین تصمیمی گرفتی، از این نکته حرف میزنن که به نظر ما آدم مناسبیم. خب میگی چرا؟ چه ویژگی‌هایی داری؟ میگه مثلا من آدمیم که آدما رو دوست دارم، مهربونم، درد و دل آدم رو خیلی خوب میتونم گوش بدم، اگه دوستان مشکلی براشون پیش میاد من اون آدمم که میرم حل میکنم، تکیهگاه دوستام. آره راستش اینا خب ویژگی‌های خوبیه، نمیشه که ویژگی‌های قطعاً برای کسی که میخواد وارد اچ آر بشه اینکه آدم‌ها براش جدی باشن، نگاه عمیقی به آدم‌ها داشته باشه، قطعاً یک شاید شایستگی اصلیه. اما مثلا این تنها نیست. یعنی اولین توصیه‌ام اینه که یه ذره فیلد اچ آر رو به نظرم باید شناخت که اصلا این حوزه یعنی چی. ما اچ آر خیلی وقتا با یه ذره فعالیت‌های فانش می‌بینیم. فرضمون بر اینه که اچ آر اون آدمیه، اون شاید فانکشنیه که تیمیه که داره تولد برگزار میکنه، حواسش به اینه که فضای مثلا فیزیکی میز کار آدم‌ها قشنگ باشه، جشن میگیره، هدیه میده. آره این قسمت رو یه ذره میبینیم، در صورتی که کارکرد اچ آر فقط اینها نیست. یعنی اچ آر خب فرایندهایی داره و زیر سیستم هایی در اچ آر وجود داره که خب اگه به صورت تخصصی اونها اجرا بشه میتونه اتفاقا منجر به اثر بخشی درست اچ آر باشه. بنابراین یک قسمت تخصصی داره حتما فیلد اچ آر که این نیاز به نظرم یادگیری و به نوعی آموزش داره حتما. بنابراین کسی که میخواد وارد این حوزه بشه به نظر اینها رو باید بشناسه. ممکنه وقتی که ارتباط نزدیکی با این حوزه پیدا بکنه و ببینه که داره چه کاری انجام میشه احساس کنه خب من شاید آدمش نیستم، من فقط شاید دارم اون قسمت قشنگ ماجرا رو میبینم. حتی به لحاظ به نظرم حالا ویژگی های رفتاری اگه بخوایم در موردش حرف بزنیم، فارغ از اون قسمت های قشنگی که داره ما باعث میشیم آدم ها استخدام بشن، راه ورود آدم ها به شرکتیم. معمولا ما اچاری تو استخدام حس خوبی داریم، احساس خوبیه به هر حال، هم تو داری باعث میشی که یک نفر وارد سازمان بشه، هم داری نیاز سازمان تو برطرف کنی، همین که داری باعث میشی اون آدم احتمالاً وارد یک مسیر شغلی جدیدی بشه و تو هم قراره که کمک بکنی که این آدم خوشحال باشه، احساس خوبی در تو ایجاد میکنه. درست. اما اونور ماجرا همونطور که با هم در موردش حرف زدیم، چیزایی مثل اخراج، چیزایی مثل تعدیل، چیزایی مثل تعارضاتی که بین آدم‌ها به وجود میاد و تو یه جاهایی ممکنه تصمیماتی بگیری که اصلا تصمیمات راحتی نباشه. من خودم حالا تو این سالها و تجربیاتی که داشتم احساس میکنم یه جایی اگر نتونی خب مدیریتش کنی و خیلی نگاه حرفه‌ای و نگاه این که این بخشی از کار من به هر حال به این موضوعات اختصاص داره بهش نپردازی، ممکن تو رو دچار فرسایش بکنه، یعنی خستت میکنه. چه بسا داشتیم حالا کسایی که تو حوزه اچ آر داشتن کار میکردن، بعضن موفق هم بودن، اما خب فیلدشون رو عوض کردن. وقتی باشون حرف میزنی و چراییشو میپرسی خیلی به این نکات اشاره میکنن که اصلا قرار گرفتن بین همون منافع آدم ها و سازمان، یه جای چانه زنی هایی که تو داری قاعدتا با مدیر عامل، با هیئت مدیریت بابت اینکه یک فرایند، یک تصمیم رو تو سازمان اجرا بکنی، این رفت و آمدها، ارتباط با آدم ها، چالش هایی که هر کدومشون ممکنه به هر حال داشته باشن، تو رو خسته میکنه. ببین آدم ها نمیان سراغ اچ آر معمولا برای یه اتفاق خوب. ما هیچ موقع با کسی جلسه نداریم که بیاد بگه مثلا من همشیم خوبه و مشکل ندارم. مشکل داشته باشن میان سراغ تو، یا انتظار خاصی اگر داشته یا انتظار باشن. و همیشه تو در معرض شنیدن حرفایی هستی و انتظاراتی که باید برآوردهشون بکنی و الزاما برآورده شدنش هم
خیلی این نیست که همش دست توه و تو مثلا از اتاق که بری بیرون دیگه میتونی راحت اونا رو برآورده بکنی. کلی ممکنه اتفاق در انتظارت باشه تا منجر به اون تصمیم بشه که مورد نظر کارمنده و اگر نتونی اونها رو هم برآورده بکنی در نهایت متهمی به این که تو آدمی هستی که به فکر ما نیستی دیگه. برای هم خیلی وقتا اچ تو سازمان‌ها به هر حال آدمای محبوبی بعضی اوقات نیستن به خاطر اینکه یه بخشش ناشی از همین هاست و همه چی در نهایت منجر به اچ میشه و اون اچ که انگار باید این تغییرات رو ایجاد بکنه. برای همین این فرسایشه ممکنه ایجاد شه. برای کسی که میخواد وارد این حوزه بشه به نظرم با شناخت دقیق‌تری از این حوزه باید نگاه بکنه. واسه این شناخته چیکار میشه کرد به نظر شما؟ یعنی چه جوری میشه بیشتر شناخت که اچ چه با دید دقیق‌تر آدم بیاد سراغش؟ به نظرم با تجربه آدم‌هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن رو خیلی شنید و حتی باشون حرف زد. به نظرم تنها راهش من فکر میکنم همینه و تجربه کردن یه جایی و شنیدن آدم‌هایی که واقعا شاید سالها و ماه‌ها وقت گذاشتن و این مسیر رو رفتن. من میگم تا این اتفاق نیفته اون شناخته حاصل نمیشه. که چیزایی که فکر میکنم اتفاقا در موردش کم صحبت شده این که اچ واقعا تو سازمان داره چی کار میکنه. آره میخوام اتفاقا بپرسم. آره این بحث رو بخوایم ادامهش بدیم، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که تو سازمان ها خب اچ ها وجود دارن و مدیر عامل ها هم وجود دارن. یه نکته قشنگی که لابلای صحبتتون گفتین شاید الزاما همه اتوریته سمت اچ نباشه. یعنی درسته که میشنوه توقعات و انتظارات رو ولی خودش که تصمیم گیر اون قضایا نیست. این وضعیت رو شما چجوری تحلیل میکنید؟ اصلا به نظرتون وضعیت اچ ها توی سازمان ایرانی چه شکلیه؟ چقدر اصلا از خودشون قدرت دارن؟ چقدر باید قدرت داشته باشن؟ چون من خودم خیلی نادانستم زیاده راجع به اچ دارم این شکلی کد میپرسم، ولی واقعا وضعیت فعلی اچ های سازمان ایرانی رو چجوری تحلیل میکنین از این نظر؟ ببین دیگه چیزایی که خیلی وقتا من اینجوری پاسخ بدم، مثلا میپرسن بچهای اچ که ما میخوایم مثلا شغلمون رو عوض کنیم یا اینکه اصلا میخوایم وارد این حوزه بشیم چه شاخصایی رو تو کمپانی جستجو بکنیم که به نظر برسه اون شرکت جایگاه خوبیه برای اینکه ما بخوایم استخدام بشیم. من بیشتر این چیزی که همیشه بهش اشاره میکنم اینه که برای همه شغل‌ها البته این مصداق داره، برای اچ بیشتر. حالا میگم چرا. اینکه خیلی به شرکت نگاه نکنید، بیشتر به اون مدیری که دارید قرار آینده باهاش کار بکنید واقعا نگاه کنید، چون اون آدمه که باعث میشه شما اصلا یادگیری داشته باشید، توسعه پیدا بکنید یا اینکه اصلا حالتون تو اون سازمان خوب باشه. ممکن اون سازمان خیلی خوبی باشه، پروداکت خیلی خوبی داشته باشه، برند خیلی خوبی داشته باشه، اما مدیر مستقیمی که قرار شما باهاش کار بکنید و تو تیم اون قراره به نوعی مسئولیت قبول کنید، ممکنه اون آدمی نباشه که باعث خوشحالی شما باشه. تو اچ خیلی مهمتره به جهت اینکه حالا من اینو میبرم سمت رویکرد و شاید نگرشی که ممکنه هر سازمانی به انسان داشته باشه. یعنی به نظرم پیپل حالا اورینتد بودن یک مدیر عامل اصلی ترین ویژگیه که من اچ باید قبل از اینکه شرکت رو انتخاب بکنم بسنجمش. من خودم راستش اون چیزی که من خیلی سال در راهنما کار کردم، از به 17 سال به نظرم اینجا بودم به عنوان اچ یکی از دلایل اصلیش به نظرم همین بود. یعنی مدیر عاملی در شرکت راهنما بود و هستن به نام آقای وحوشی که ایشون خب خیلی به نظرم بیشتر از ساید بیزنس نگاه اچ به مسائل مختلف داشتن و این اصلی ترین موضوعی بود که همیشه در صحبت ها مد نظرشون. این خیلی به من اچ کمک میکرد، میدون میداد و باعث میشد که من کارهای مختلف انجام بدم و اینکه اصلا اچ رشد بکنه به نظرم تو اون بیزنس. مثلا که 17 سال پیش اچ وجود داشته اونجا تو اون سازمان نشون. آره من یه چیزی که همیشه همین واقعا خیلی واقعا به نیکی ازش یاد میکنم. یادم اون زمانی که من اون سال رفتم همون شرکت راهنما، ما یه سالونی داشتیم سال همون 85 86 یه سالونی داشتیم که مثلا این سالن یه بخشش مثلا میز بیلیارد بود، یه بخشش مثلا محل جلسات مثلا دوره همی ها بود، یه جایش نمیدونم کتابخونه بود، حالا به اقتضای اون زمان چیزای مختلف.
و اینکه جدی بود. مثلا هر هفته یک روزش مثلا روز اچ آر بود یادم مثلا تو سازمان که اچ آر اون روزی اکتیویتیایی داره و آدما قراره که از اون اکتیویتی استفاده کنن. یادم خب اون زمان امروز مثلا قرار اچ آر بچه‌ها رو ببره سینما، امروز قرار اچ آر یه فیلم بذاره که آدما با هم ببینن. آره اینا خیلی خیلی به نظرم نو بود به هر حال اون سالها این مباحث پیشرو بودن. آره و خیلی جد و این واقعا نگاه به نظرم شخص اصلی سازمانی که مثبت باشه به این داستان. بنابراین فکر میکنم که سوالی کم یادم رفت راجب همین بحث این بود که وضعیت فعلی اصلا سازمان ایرانی علاوه اچ آری چه شکلیه. آره به نظرم این از این جهت گفتم که به واسه همین شاید نگاه سازمان ها متفاوت باشه روی کردشون و وضعیتشون و خیلی به لحاظ اچ آر خیلی وابسته است به اون مدیره دیگه. خیلی آره. خب آن چیزی که داره اتفاق میفته در فضای فعلی اینه که اون مدیری هم که شاید خیلی باور به اچ آر نداشته، وقتی داره میبینه تهدیداتی که به واسطه عدم این نگاه متوجه بیزنسشه داره خود به خود میره به این سمت. من چیزی که خیلی مثلا جدید برام جالبه و جدیدن داره اتفاق میفته اینه که بیزنسایی که شاید سالها داشتن کار میکردن و موفقم اتفاقا بودن، شاید اگر سالها پیش مثلا باشون حرف میزدید در مورد اچ آر و حداقل اینکه تو به خاطر حالا فانکشن اچ آر و آدم‌هات مجبوری یه تصمیمات متفاوتی بگیری، یکی از فرآیندات مثلا تغییر بدی، موافقت نمی‌کردن، اما الان راحت‌تر حاضرن که این تغییرات رو ایجاد بکنن چون می‌بینن که چقدر واقعا مهمه. اما اون چیزی که در حال حاضر اگه بخوام بگم من از فضای اچ آر حداقل تو مارکت ایران دارم می‌بینم، ما به شدت نیاز داریم که اچ آرمون بره به سمت واقعا شناخت بیزنس در وهله اول. خیلی باید مراقبت بکنیم که همون تعریفی که کردیم ممکنه آدم ها از بیرون نسبت به اچ آر داشته باشن که خیلی فضای نایس و فضای مثلا قشنگیه، حواسمون باشه که کارکردمون تو سازمان الزاما این نیست و میشه گفت یکی از تهدیداتی که الان شاید وجود داره برای فضای فعلی اچ آر اینه که تعریف میشه بعضی وقتا در انجام این فرآیندها ما نیاز داریم که بتونیم خیلی وقتا با داده با سازمانمون حرف بزنیم، اثبات بکنیم اگر ما داریم اینقدر بودجه در فلان فرآیند هزینه میکنیم، داریم این تغییر رو ایجاد میکنیم، در نهایت منجر میشه به این تغییر در بیزنس. خیلی وقتا شاید اون جدی نگرفتن اچ آر از سمت مدیر عامل، از سمت هیئت مدیره، چون خیلی وقتا اچ آر ها از این ناراحتن و ما مظلوم ترین مثلا واحد سازمانیم، کسی ما رو جدی نمیگیره، همه کاسه کوزه سرما شکسته میشه. خیلی وقتا ناشی از اینه که ما خیلی با داده نمیتونیم با سازمان صحبت بکنیم، در صورتی که به نظرم احتمال اچ آر از اون واحداییه که میتونه حتما داده محور باشه. من فکر می‌کنم حال و هوا، اگه بخوام حال فعلی اچ آر رو ببینم و نظرم در موردش بگم، که فکر می‌کنم ما خیلی بیش از پیش به آدم‌هایی که ریاضی بلد باشن تو اچ آر نگاه مهندسی داشته باشن، حالا مهندسی از منظر واقعا سر و کار داشته و نگاه عددی و آماری به حالا فرآیندهای اچ آر، فکر می‌کنم خیلی بیشتر باشه. نیاز داریم. بسیار خوب. حالا باز اگه برگردیم فضای دانشگاه، با دانشی که الان داریم بعد از بیش از 17 سال فعالیت اچ آری، به نظرتون کدوم یکی از رشته‌های دانشگاهی، یعنی فارغ التحصیلان کدوم یکی از رشته‌های دانشگاهی میتونن گزینه‌های مناسبی باشن واسه اینکه بیان با توجه به نیازی که ساید اچ آر وجود داره بیان فضاها رو بگیرن توی اچ آر سازمان‌ها؟ خب اولا که یه رشته ما مدیریت منابع انسانی داریم الان تو دانشگاه، حالا هم تو مقطع کارشناسی، هم در مقطع کارشناسی ارشد و هم دکترا. قطعا این خودش یه مسیر خوبیه و مسیر درستیه. منتها من یه تعبیری همیشه دارم میگم که یه چیزایی رو باید یاد بگیری که فراموشش کنی. بعضی از چیزایی که داریم یاد میگیریم تو دانشگاه، حالا حداقل از فضای اچ آر، الزاما باید اونا رو دیگه نخوایم تو کارمون اجرا بکنیم، ولی یادش باید بگیریم. یاد گرفتن از این منظر که الزاما ممکنه اجرای اون چیزی که ما یاد گرفتیم در فلان کتاب خوندیم مناسب سازمان ما نباشه، اما دونستنش باعث میشه وقتی که ما قراره که طراحی بکنیم مثلا یه مدلی رو برای سازمان خودمون، دونستن اون اطلاعات و اون داده ها کمک بکنه که
نتایج بهتری به نظرم حاصل بشه برامون. یعنی مباحث کلاسیکشه؟ آره چون خیلی خیلی همسو با تغییراتی که ما توی بیزنس داریم، تغییراتی که در به نوعی نسل هامون داریم، در فرهنگمون، در اقتصادمون، الزاما خب متناسب با اونا همه اونا طراحی نشده. این ما خب مخصوصا در فضای ایران اگه بخوایم حرف بزنیم، اتفاقات مختلفی داره میفته که داره بیزنس رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین اتفاقا ما باید خیلی هوشیار باشیم و متناسب با بیزنس خودمون اون فرآیندها رو دیزاین بکنیم. بنابراین یه حوزه خب به هر حال رشته مدیریت منابع انسانیه. بلازه آن چیزی که اتفاق میفته، بچه‌ای که حالا در حوزه روانشناسی یا حالا رشته‌های حوزه مدیریت به هر حال تحصیلاتی داشتن، خیلی علاقه‌مندن که وارد اچ آر بشن. به نظرم غیر مرتبط نیست، اما باز هم میگم که در کنارش حتما نیازه که چیزای دیگه رو هم آدم‌ها یاد بگیرن. اما باز اگه بخوام خیلی دقیق‌تر پاسخ بدم، میگم که از هر رشته‌ای میشه وارد اچ آر شد، به شرط اینکه البته بعدش ما وقت بگذاریم و مباحث اچ آر رو به نظرم یاد بگیریم. میخوام بگم که الزاما این نیست که راه ورود به حوزه اچ آر فضای حتما آکادمیکه، اما مباحث علمی و مباحث به نوعی تئوری چیزاییه که حتما در فضای اچ آر نیاز به یادگیریش وجود داره. یعنی ما انقدر مباحث تخصصی داریم در حوزه اچ آر که ابزار کارمونه برای اینکه بخوایم موفق باشیم. با فرض اینکه بگم من صرفا تجربه این کار رو به دست میارم، یا من آدمی ام که چون تجربی کار کردم میتونم تو حوزه اچ آر موفق باشم، این فرضم راستش به نظرم فرض غلطیه و ما اتفاقا بیش از پیش نیاز به دانش علمی تو حوزه واقعا اچ آر داریم. آره، ولی به نظرم من محدودیتی از اون سمت رشته ها نمیبینم. خودم راستش مثلا چون بک‌گراندم مثلا فنی بوده، یه چیزایی که خیلی کمکم کرده، چون در مثلا شرکت که تو حوزه تک داشته فعالیت می‌کرده من مشغول به کار بودم، اون عقبه فنیه بهم کمک کرده تو ارتباط با آدم‌هایی که تو این صنعت دارن کار میکنن. یعنی فکر می‌کنم اتفاقا یه جای خیلی به دردم خورد اون گذشته فنیه. درست. ما ساید تحصیلات دانشگاهی رو گفتیم، حالا بیایم فرض رو بر این بگیریم که افرادی هستن که حالا علاقه‌مندن به حوزه اچ آر و از شغلی که الان داخلش هستن میخوان سویچ بکنن، بیان مثلا وارد فضای اچ آر بشن. به نظر شما افراد شاغل تو کدوم حوزه ها میتونن آدمای موفق تری باشن، یا مثلا شاید تجربه ثابت کرده باشه بچه‌هایی که مثلا از فلان تخصص از فلان حرفه اومدن وارد اچ آر شدن موفق تر بودن، اونا میتونن کدوم تخصصه باشن به نظر شما؟ ببین راستش الان نمیتونم خیلی مثلا دقیق بگم کسی که مثلا مارکتر به درد اچ آر میخوره یا ولی کسی که مثلا دیولپر درد اچ آر نمیخوره، چون واقعا یه سری کامپیتنسیاش واقعا خیلی رفتاریه و خیلی برمیگرده به اینکه ما آدمی باشیم که آدم‌ها برامون مهمن، میتونیم رفتارهای مثلا درستی انجام بدیم. یه سری به نظرم ویژگی‌های اینجوری وجود داره. اما به هر حال این حوزه تخصصهای خاص خودش رو میطلبه دیگه. به نظرم میرسه که هر کسی از هر حوزه‌ای با همه اون گذشته حتی بخواد سویچ بکنه، اول نیازه که یه ذره شناخت پیدا بکنه به اچ آر و بحث تخصصی که توش وجود داره. اما راستش حداقل محدودیتی خیلی نمیتونم براش به نظرم قائل بشم، برای اینکه این حوزه‌ایه که مثلا چون این عقبه رو داری مثلا تو خیلی مناسبش نیستی. چه بسا از اون ورم به همین شکله. یعنی مگه ما کم داریم کسایی که اچ آر بوده الان یه دیولپر خوبی هستن. چه این اتفاق خوبیه که شاید داره به لحاظ فضای مارکت میفته. شاید رشد استارتاپ ها و کسب و کارهای جدیدتر این فضا رو ذره بیشتر ایجاد کرده که این امکان سویچ کردن از بین این سویچ کردن خیلی ناشی از اینه که ما اون شغله رو بدون شناخت و اینکه احتمالاً خیلی ارتباطی با اون علاقه و رویا و به نوعی آرزوهامون داره انتخاب نکردیم و حالا وقتی که جلو میره میفهمیم که نه، انگار من آن چیزی که از شغل انتظار داشتم تو این برآورده نمیشه، من باید تغییر بدم. اما نکته خطرناکی راستش فقط اونجاست که فرضمون بر این باشه که
من چون علاقه‌مندم و چون احتمالاً آره فرضم بر این باشه که من میرم و تو این حوزه موفق میشم. خب این نیست، یعنی به نظر علاقه نمیشه. آره، یعنی حتما نیاز به کسب دانش و توانمندی و تجربه تو اون حوزه داره. قطعا مسیر کسی که 10 سال تو حوزه HR کار کرده هموارتره برای اینکه موفق تر باشه تا کسی که مثلا 5 سال وارد این حوزه تازه شده. اگه فرض کنیم این دوتا تو یک شرکت تو یه موقعیت میخوان قرار بگیرن، اولویت به نظر برام کسی که تجربه بیشتری داره و قطعا خب اونجا دانش بیشتری کسب کرده. دقیقاً درسته. آقای شمیان، یه سوالی که واسه خود من مطرحه اینه که خب الان دیگه همونطور که خودتونم لابلای صحبتاتون گفتین خیلی از شرکت‌ها، حتی شرکت‌های سنتی، واقفن به این که آقا نیاز هستش که واحدی به اسم HR وجود داشته باشه. خب بنابراین خب خیلی از شرکت‌ها واحد HR رو دارن، ولی این که برای منی که دنبال کار میگردم یا برای منی که دنبال این هستم که محیط کارم رو تغییر بدم، خب خیلی مهمه که چه فرهنگی تون کمپانی تو اون شرکت در جریانه. آیا مثلا HR فعالیت ها اکتیویتی های خوبی انجام میده، انجام نمیده، واسه من اهمیت پیدا میکنه. و یه سری نموده بیرونی وجود داره ولی مطمئنم که اینا مثلا آیتم های درستی نیست، مثلا معیارهای درستی نیست. آیا ویلکام پکیج میدهد یا نمیدهد؟ مطمئنم که فکر میکنم یعنی تا حد خوبی مطمئنم معیار مناسبی نیست. آیا مثلا نمیدونم تولد و تبریک میگن یا نه؟ قاعدتا باشه خیلی جذابه، ولی فکر میکنم مسائل مهمتری وجود داشته باشه. اون مسائل مهمتر از دید شما که من کارجو بتونم بهش دقت بکنم و در انتخاب شرکت محل کار آیندم به کار بگیرمش چیا میتونه باشه به نظرتون؟ من اینجوری پاسخ میدم از این جهت کسایی که باشون خیلی وقتا حرف میزدی و میزنیم بابت اینکه تو احساس رضایت میکنی یا نمیکنی، یا اگه قراره که مثلا سازمان رو ترک بکنی چه چیزهایی باعث شده که تو سازمان رو ترک بکنی. به نظرم یه سری شاخص‌ها وجود داره که برای هر سازمانی مهمه و برای هر فردی مهمه، قاعدتا اینجوری بگم بهتره. یکیش به نظرم به هر حال بحث مالیه. یعنی من نمیتونم بگم که ویلکام پکیج میدم، تولد میگیرم، ولی مثلا حقوق نمیدم، نصف اوریج بقیه جا حقوق میدم. آره اینا نیست راستش. به هر حال مخصوصا تو این فضای اقتصادی فعلی اینها مؤلفه های بسیار مهمیه. شاید در گذشته یه وقتایی میشده با یک سری چیزهای دیگه‌ای به نظرم برآیند انتظارات آدم‌ها رو برآورده کرد، اما به هر حال مسئله مالی مسئله بسیار مهمیه. یه چیز دیگه که به هر حال آدم‌ها بسیار براشون مهمه اینه که تو اون فضایی که دارن کار میکنن به لحاظ سلامت فضا، سلامت از این جهت که در جهت ارتباطی که دارن با آدم‌های مختلف، چه با مدیرشون چه کارمندا و چه کسای دیگه، احساس بکنن که اون محیط سالمیه. من تو اون محیط میتونم گفتگو کنم، تو اون محیط میتونم حرف بزنم، تو اون محیطیه که توأم با احترام با من رفتار میشه. این چیزایی که خیلی وقتا اتفاقا خیلی ساده است، میگیم احترام، شاید به نظرمون بیاد که خب مگه میشه مثلا این که خیلی چیز بدیهیه، اما همین ها مسائلی که به هر حال باعث میشه آدم فکر کنم به این که من خب کارمو میخوام به نظرم تغییر بدم. و یه موضوع دیگه که به شدت به نظرم مهمه مدیره و سرپرسته. خیلی وقتا همین مؤلفه جدیه که آدما تصمیم میگیرن که شغلشون رو عوض بکنن. من فکر میکنم قاعدتا جدی گرفتن این مؤلفه ها و اینکه حواسمون باشه بهش میتونه دلایلی بر این باشه که ما تو اون سازمان خوبی هست یا سازمان خوبی نیست، و اینکه ما حتما احساس میکنیم داریم رشد میکنیم و توسعه پیدا میکنیم. ما وقتی که نگاه میکنیم به گذشتمون و زمانی که وارد اون سازمان شدیم و حال حاضر، آیا ما رشد کردیم نسبت به توانمندی هایی که کسب کردیم، تونستیم که اتفاقات بهتری برامون بیفته. اونجاست که اتفاقا نقش HR مهمه. یعنی خیلی وقتا اونجایی که حرف زدیم که HR چقدر منافع سازمان براش مهمه، چقدر منافع آدم‌ها، نگاه این که من صرفا آدم‌ها رو آوردم که اینجا کار رو انجام بدن و خیلی حواسم به این نیست که خب این آدم داره رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه، یا خیلی یه نقطه خطرناکیه و گاهن میشه به هر حال تو سازمان‌ها، چون به هر حال حواسمون اینه که بیزنس موفق باشه. برای این بحث مالی، بحث مدیر، بحث سلامت فضا و ارتباطاتی که وجود داره و قاعدتاً بحث توسعه به نظرم میتونه مؤلفه‌های مهمی باشه. بسیار عالی.
یه سوالی که فکر می‌کنم خیلی مهم باشه واسه کسایی که دارن توی شرکت‌ها کار میکنن اینه که اصلا چه زمانی باید بریم سراغ اچ آر. ما الان داریم تو شرکت کار میکنیم، یه حالا مشکلی داریم، انتظاری داریم، مسئله داریم، چه زمانی میشه واسه چه زمانی که شاید سوال خوبی نباشه، واسه چه مواردی میشه رفت پیش اچ آر؟ به نظر شما این جوابش چیه؟ ببینید یه چیزایی که به هر حال مهمه و ما یه ذره تو بیزنس ها خیلی جدی نمیگیریم و حداقل شاید به عنوان وظایف مدیر ازش یاد نمی کنیم، اینه که مدیر هم باید به نوعی شاید نقش اچ آر رو توی سازمان بازی بکنه. وقتی سازمان های اتفاقا موفق دنیا رو نگاه میکنی، وقتی با مدیراشون حرف میزنی در مورد شاید گلهاشون، تارگتاشون و کاری که دارن انجام میدن، بخش زیادی از وقتشون داره صرف مسائل شبه اچ آر میشه. درست. و حتی مستقیم اچ آر به نظرم. اما چیزی که یه ذره ما بعض وقتا تو شاید بیزنس های فعلیمون، شاید شرکت هایی که حداقل تو ایران وجود داره، نمیشه خیلی بگه ایران، شاید خیلی جای دیگه هم چیزی وجود داشته باشه، اما به هر حال حداقل چیزی که الان ما داریم اینجا میبینیم، در مارکت ایران حرف میزنیم، باز بولتره که مدیر خودش رو از این حوزه خیلی جدا میکنه. یکی خب من کارم بحثای تخصصیه و من اصلا اینا به من ربطی نداره و هر مشکلی به وجود میاد آقا برو اچ آر، منم مشکل پیش میاد میرم اچ آر و انگار اچ آر حلال قرار همه این مشکلات باشه. برای من اینو دوست داشتم بهش اشاره بکنیم که در وهله اول یه مدیر باید بتونه یک مدیر اچ آر خوب باشه. حتی به نظرم یه ذره گام جلوتر بخوایم نگاه کنیم، مدیر عامل حتی به نظرم خیلی وقتا فارغ از مسائل بیزنسی نگاه اچ آری داشتن و اینکه حواسش به اچ آر باشه در بیزنس به نظرم مؤلفه حتما مهمیه. اچ آر بیشتر تسهیلگر باید شاید توی سازمان باشه و در واقع وظایف اصلی رو اتفاقا خود مدیر باید قبول کنه و بتونه انجام بده. بنابراین خیلی وقتا مشکلات که ما توی کار برامون ایجاد میشه که ممکنه ناشی از دقیقاً همین موارد باشه. من ممکنه اون انتظاری که بابت حقوقم داشتم برآورده نشده، من ممکنه تعارض و اختلافی با همکارم داشته باشم، یه جایی ممکنه احساس بکنم من رشد نمی‌کنم، توسعه پیدا نمی‌کنم. اینا مواردی که اتفاقاً من اگر هم برم سراغ اچ آر در موردش حرف بزنم، بعد از جلسه من اچ آر احتمالاً میره سراغ مدیرم، میخواد در مورد اینا حرف بزنه و اون مستقیم کاری نمیخواد بر من انجام بده و میتونه تسهیل بکنه، قطعاً میتونه سرعت بده به انجام اون فرآیند و تغییرش. اما در نهایت احتمالاً کسی که تصمیم گیرنده است و میتونه جنبه عمل بپوشونه به اون داستان، مدیر است. برای اول سعی کنیم که این اتفاق بیفته. نقطه مراجعه اول پس در وهله اول مدیر. من به نظرم مدیره و همونطور که تو بحث استخدام به نظرم باید ما حواسمون به مدیر باشه. عرض کنم خدمت شما وقتی ما می‌خوایم وارد سازمان بشیم، بیشتر از این که فرهنگ سازمانیشو بخوایم بررسی بکنیم، سازمان و موفقیتش و همه اینها، حتما حواسمون به مدیره باشه که ما قرار با چه کسی کار بکنیم. اونجا احتمالاً مدیره بیشتر از اچ آر تو استخدام داره به نوعی دقت نظر به خرج میده، یعنی تو انتخاب هم مدیره که در نهایت داره تصمیم میگیره. بنابراین اون نقطه ارتباطی به نظرم در وهله اول میتونه مدیر باشه و بعد حالا بحث اچ آر باشه. درسته، خیلی نکته جالبی بود. پس بنابراین یه فراینده، عملا نمیشه انتظار همه مسائل اچ آر رو از واحد اچ آر داشت، کما اینکه مدیر مستقیم آدم میتونه نقش تاثیرگذاری ایفا بکنه و مهمتر از اون شاید مدیر عامل مجموعه باید این ذهنیت اچ آری رو داشته باشه که اصلا بتونه به این درخواستا، ریکوئستا پاسخ درستی بده، اصلا پردازششون بکنه. این نکته خیلی مهمی بود که گفتین. خیلی ممنونم جناب شرمیانی بابت وقتی که گذاشتین. سلامت باشین. خیلی متشکرم بابت این گفتگو خوب. من خودم نکاتی که گفتین و مدل دیدی که نسبت به بحث منابع انسانی داشتین واسه خودم جذاب بود و فکر میکنم منابع انسانی کلا حیطه‌ای هستش که واقعا درک کاملی راجبش وجود نداره، هم از سمت کارفرما هم از سمت کارجو. کارفرما رو من معادل میکنم با هم بحثی که گفتیم مدیران عامل سازمان ها باید درک اچ آری داشته باشن و دانش اچ آری داشته باشن. از این سمت هم انتظاراتی که واقعا کارجوها از اچ آر دارن خیلی تیون نیست. من خودم خیلی تا الان مثلا مواجه شدم با اچ آرایی که هر سری رفتم باهاش صحبت کردم، گفته ببین
میفهمم چی میگی ولی من نمیتونم کاری بکنم. یعنی انگار که اون اتوریته لازم از سمت مدیر عامل نداشت. یعنی مدیر عامل بهش اصلا اجازه نمیداد که توی سری از حوزه ها وارد بشه. بنابراین جایی که خیلی جای کار داره. امیدوارم که سطح دانش عمومی بره بالا و تو این زمینه پیشرفت داشته باشیم. میدونم که یه سری دوره ها داره برگزار میشه، همونطور که گفتین رشته مدیریت منابع انسانی تو دانشگاه هم وجود داره، ولی قطعا اینا کافی نیست و اون کاراکتر آدم هم باید واقعا تیون باشه و متناسب باشه با این حوزه. به عنوان مسئله آخر و سوال آخر، اگر هر موردی که هستش که احساس می‌کنید من بهتر بود میگفتم، سوالی که پرسیده نشده یا هر نکته‌ای که شما دارید راجع به موضوع صحبتمون، الان وقتشه که بفهمید. خواهش میکنم. ما در مورد بدیهای اچ آر خیلی حرف زدیم که کمی همینجوری واردش نشیم، اما حالا میخوام اگه بخوام بگم که چه خوبی‌هایی داره و حداقل چه جذابیت‌هایی میتونه حوزه اچ آر داشته باشه، حداقل از منظر خودم میخوام پاسخ بدم و اشاره کنم اینه که شاید در کنار همه اون ابعاد سختی که به هر حال رول اچ آر توی سازمان داره، اینکه هم باید پاسخگو باشه به هر حال به مدیر عامل، به هیئت مدیره، از اون سمت به هر حال آدم‌ها خواسته ها و نیازهایی که دارن قرار گرفتن در موقعیتی که خیلی سخته، اما در نهایت به نظرم شغلیه که اگر ما اثرگذاری در جامعهمون، در محیطمون بر اون مهمه، خیلی جای درستیه و میشه این کار رو خیلی توش انجام داد. یعنی من فکر می‌کنم حتی اون جایی که ما در مواجهه با یه آدم خشمگین توی سازمان میتونیم نقشی رو بازی بکنیم که این آدم با آرامش بیشتری و با خیال راحت‌تری حتی محل کارش رو ترک بکنه، برگرده به خانوادهش، پیش پدرش، مادرش، همسرش، دوستش، هر کسی که در کنارشه و قطعاً رفتار اون تاثیرگذار بر اون فرده که باهاش در ارتباطه و این که من میتونم باعث بشم که اون آدم در این رابطه آرامش بیشتری داشته باشه و تأثیر مثبتی ایجاد بکنه، به نظرم میتونه جایگاه و حس خوبی حداقل به ما به عنوان اچ آر بده و از اون سمت دیگه تأثیراتی که ما میتونیم اتفاقا حالا مستقیم یا غیر مستقیم در موفقیت یک بیزنس به هر حال داشته باشیم و کمک کنیم که اتفاقا اون بیزنس موفق باشه. اون نقش شاید شریک تجاری بودن و بیزنس پارتنر بودن رو اصطلاحاً برای اچ آر ما بتونیم انجامش بدیم و باعث بشیم که اون اتفاق بیفته. اون جاهاییه که ما به نظرم میرسه که میتونیم ما به عنوان اچ آر احساس خوبی داشته باشیم و حالمون خوب باشه که من میتونم منشأ اثر و منشأ تغییر باشم. بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم وقت گذاشتین. خیلی صحبت خوبی شد به نظرم. در خدمت آقای محمد شهرمیانی بودیم، مدیر عامل رهنما کالج. خیلی ممنونم آقای شهرمیانی. خیلی ممنون. سلامت باشین. خسته نباشید.